درود بر همراهان همیشگی. دوستان، قطعاً بین شماها کسانی هستن که با موجر یا صاحب خانه به مشکل خوردن، از جمله اینکه زمان قرارداد به اتمام رسیده و شما میخواین در واقع تبدیل کنین خونه رو و ساکن جای دیگری بشید، اما موجر این ودیعه و پول پیش خونه رو به شما پرداخت نمیکنه. خب چه راهکاری در پیش دارین که بتونین در واقع اون پول ودیعه رو دریافت کنین؟ شما میتونین با تنظیم دادخواست با عنوان مطالبه وجه ودیعه اجاره نامه به این شماره و این تاریخ به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تادیه یا همون خسارت دیر کرد، این رو شما میتونین در واقع دادخواست بدید. البته مستاجر باید اینو مد نظر داشته باشه که حتما اون خانه آماده تخلیه باشه. بعد از در واقع روند دادرسی و صدور رأی، اینجا موجر مکلف هست که اون ودیعه رو به شما پرداخت کنه به اضافه اون خساراتی که شما متحمل شدین. حالا اگر موجر ادعایی داشت در خصوص اینکه خسارتی به ملک وارد شده، اینجا خود موجر در واقع یه دادخواستی میده به صورت جداگانه و میتونه تامین دلیل هم بگیره. دوستان میتونید پیج ما رو فالو داشته باشید، ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و اینکه اگر احساس میکنید نیاز به مشورت دارید در خصوص انعقاد قرارداد در مورد ملک یا تنظیم قرارداد در مورد اجاره نامه، میتونید چهارشنبه ها به صورت حضوری به کانون وطندار مراجعه کنید.